بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو ریاکت دیگه با مورکس و اینجاییم که فایت مایک تایسون و جیک پال رو ببینیم. اما همونطور که میدونید جیک پال خب مثل بچه مایک تایسون میمونه و مایک تایسون 58 سالشه. من خودم فایت رو ندیدم ولی شنیدم که مایک میبازه و حالا میخوایم بریم فایت رو ببینیم و ببینیم که چه نتایج اخلاقی میشه از این فایت مزخرف به دست آورد. حاجی حالا خدایی کاری ندارم ولی هیکل یه آدم 58 ساله بوکسور رو ببین. تو این هیکل رو مثلا تو چند تا از اون سمبالای فامیلت میبینی؟ خیلی کم مگه اینکه فامیل مثلا ورزشکار داشته باشه. اگه من بخوام بگم هیکل تیپیکی که توی فامیلم میبینم چیه، شاید بگم که این آقایی که با کت و شلوار سمت راست یه کت و شلوار مشکی پوشیده انقدر خب داره و این خودش واقعا قابل تقدیره که یه آدم میاد اینجوری هیکلش رو نگه میداره، اینجوری ددیکیتد به اون ورزش و فیتنس و رژیمش. حالا رژیمش شاید نه، ورزشش رو ادامه داره در این سالا. بریم ادامه فایت رو ببینیم. حاجی اصلا میمیک صورت مایکو ببین. ببین صورتش اینجوریه که میبینی انگاری مثلا هوشیار نیست. همش به خاطر سنشه بابا. 58 سالشه. ما 58 سالم میشه کجاییم؟ اصلا وضع بدنیمون فیزیکیمون چطوریه؟ بعد خیلی عجیبه که آدم 58 ساله میاد قبول کنه که با یه آدم کلی جوان‌تر از خودش، قد بلندتر از خودش، دستای جیک پال به اندازه نصف تن مایک تایسون حاجی. از دور همینجوری ول میده این تناب میخوره بهش. ولی خب همش به خاطر پولای پشت پرده است دیگه. کلی پول از این داستان در میارن. ولی به هر حال حالا ما می‌خوایم فایت رو نگاه کنیم. گور پدر پولا. دست جیک رو نگاه کن. تایسون هم چه جا خالی داد. حاجی دستاش خیلی سنگین میاد. یعنی واقعا فشاری که اینجوری رد میکنه خیلی سنگینه، ولی فکر میکنم که به قصد زدن نزدش، یعنی داشت هوا رو میزد بیشتر. حاجی زد. حاجی قیافه مایکو میبینی؟ اصلا به زور داره چشاشو تکون میده. ولی این ضربه که زد جیک احساس میکنم مثلا ضربه محکمی نبود. مثلا یه فایت دیگه داشت نمیدونم با کی بود، یه ضربه زد به یارو اینجوری مشترک خورد، همینجوری عرقا پاشید. ولی این ضربهش خیلی طبیعی نبود به نظرم. حاجی دستاش سری میاد، مایک هم سری جا خالی میده. خدایی حاجی مایکو نگاه کن خدایی. اصلا حاجی به زور داره وای میسته رو پاش. یه آدم 58 ساله رو کشیدی تو فایت، چی میخوای ثابت کنی؟ مثلا هر چقدرم پول ازش به دست بیاری. البته پول چیز کثیفیه، همه رو عوض میکنه، ولی خب در کل کشید. حاجی اینجا رو ببین چه جا خالیه میده. حاجی نگاه کن بیشرف داره میزنه. البته بوکس باید بزنه ولی سیس مایکو نگاه کن. خوب جا خالی میده با این سن و سالش، ولی سیسشو نگاه بابا. دستکششو داره گاز میزنه. من نمیدونم، ببین یا خیلی پیری تاثیرش اینقدر بده یا اینکه این خیلی داره خودشو کنترل میکنه که جیکو پاره نکنه. شت حاجی خیلی ولی تاثیر روش نداشت. مشت خورد ولی خب قیافش خیلی ضعیف نظر نیامد مایک. وای حاجی حاجی مشتای پال کجا، مشتای تایسون کجا؟ نگاه قیافه پالو نگاه کن. ببین واقعا جیک پال یه آدمیه که کلی هیت بهش میدن، کلی هم ازش بدشون میاد، ولی آدم باهوشیه. چرا؟ چون نمیاد وقتشو تلف کنه، بیاد خودشو پاره کنه که بره توی UFC یه چیزی بشه. میاد میره سراغ این پیرپاتالایی که خیلی پیر شدن، با اونا مبارزه میکنه، اکثرشون رو شکست میده، کلی هیت به خودش جذب میکنه، ولی از اون طرف معروف میشه، کلی پول در میاره.
این هم خب یه استراتژی برای زندگی کردن. ولی خب جیک پال قبل از اینا هم یه واینر بود، ویدیو فان درست میکرد تو این سالا. ملان این مسیر رو پیش گرفته. به هر حال من که این مسیر رو پیش نمیگیرم تو زندگیم. واسه یه پولش هم داره. صادق باشیم، پول چرپ هر آدمی عوض میکنه. اوه با خدا لعنتت کنه جیک پال. تو میبینی یارو کم آورده، لاش یه ذره یواشتر بزن. خب بچه‌ها این فایت تموم شد و جیک پال برنده مسابقه شد. من خودم اصلا خورد شد دیگه، بقیه‌اشو اصلا ریاکت نمی‌کنم چون که مسابقه خیلی مسخره بود که فقط برای پول در آوردن این دو نفر طراحی شده بود و خیلی از احمقا هم میان شرطای خیلی بزرگی روش میبندن. خب احمق پولدار زیاد پیدا میشه. و این مسابقه تموم شد. آخرش هم یه ادا احترامی به مایک کرد که به در عمش هم نمیخورد. آجی همه یه آدم پیریو گرفتی زدی بعد آخرش بهش ادا احترام میکنی که چی؟ پولشو در آورد به هر صورت. دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ریاکت بعدی باشید. اگه دوست دارید براتون چیزی رو ریاکت کنم برام تو کامنت ها بنویسید، حتما انجامش میدم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.